الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان، دوستداران کلام الله متعال در هر گوشه این گیتی پهناور که هستین. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر ما منت گذاشت تا در یکی دیگر از برنامه‌های قرآنی شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما خوبان و عزیزان و مهربانان باشیم. الله رو شاکریم از اینکه اگر برای عده‌ای از عزیزان فرصتی پیدا نمیشه که به مسجدی برن یا شاید بعضی از حکام ظالم اون عزیزان رو از رفتن به مسجد منع میکنند و یا شاید در برخی از شهرها مسجدی برای شما عزیزان نیست که برید و اونجا کلام الله متعال رو یاد بگیرید و یا شاید بعضی از عزیزان در منطقه زندگی میکنن که دسترسی ندارن به کلاس های قرآنی، به آموزش قرآن کریم. الله رو هزاران مرتبه شاکریم از اینکه این افتخار رو نصیب برادران شما کرد تا در وصال حق خدمت گزاران شما خوبان و عزیزان باشن در پای رحل قرآن کریم. این افتخار رو داریم به برکت دعای شما عزیزان و به لطف الله متعال که در یکی دیگر از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. اگر برنامه‌های گذشته ما رو همراهی کرده باشید، بیش از حدودی 17-18 قسمت است که در خدمت شما عزیزان هستیم. از این برنامه در روزهای جمعه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه، 5:30 به وقت تهران و کابل و ساعت 6 بعد از ظهر دوشنبه در تاجیکستان و روزهای به صورت زنده و در روزهایی که برنامه به صورت تکرار پخش میشه به صورت تکرار. در برنامه‌های گذشته ما از ابتدا آغاز کردیم در باره قواعد اولیه روحانی قرآن کریم با شما عزیزان به تفصیل صحبت کردیم. حروف و حرکات رو برای شما عزیزان معرفی کردیم. علائم ادبیات عربی یا به تعبیر دقیق‌تر علائم فتحه، کسره، ضمه و حرکت هایی که در قرآن کریم مشاهده میشه، همه اینها رو به تفصیل برای شما عزیزان بیان کردیم و از ابتدای قرآن کریم شروع کردیم به روحانی و در درس امروز به صفحه 9 رسیدیم تا درس امروز و امروز ان شاء الله صفحه 9 قرآن کریم رو از آیه 58 سوره مبارکه بقره در خدمت شما خوبان و عزیزان خواهیم بود. عزیزانی که با یوتیوب در ارتباط هستن میتونن که قسمت‌های گذشته رو برخی از عزیزان درخواست کرده بودن که دوباره پخش بکنیم. فعلا به خاطر تراکم برنامه‌های کانال و به هر حال جدول برنامه‌ها ما فعلا قادر نیستیم که تمام آنچه که پخش شده رو از اول برای شما عزیزان پخش بکنیم، هرچند که مدیریت محترم این قول رو دارن که ان شاءالله در ماه مبارک رمضان تمام قسمت‌های اولیه هم به صورت مستمر و روزانه برای شما عزیزان پخش بشه از قسمت‌های اولیه آموزش قواعد روحانی. و عزیزانی که با یوتیوب در ارتباط هستن میتونن آرشیو کامل رو اونجا دریافت بکنن از قسمت اول تا آنچه که امروز هست. یوتیوب شبکه جهانی وصال حق رو اگر مراجعه بکنید بهش، قسمت روحانی در ستون روحانی میتونید اونجا تمام آرشیو رو دریافت بکنید. هرچند که همیشه بنده سعی من این بوده که در هر قسمتی تمام آن چیزی رو که نیاز هست حرف به حرف و کلمه به کلمه توضیح بدم که احیانا اگر عزیزانی قسمت‌های قبلی هم همراه ما نبودن مشکلی براشون ایجاد نشه. میام برمی کوتاه میبینیم برمیگردیم. من وقت رو غنیمت بشمرم. در قسمت اول برنامه باز روحانی صفحه 9 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در بخش دوم برنامه هم تماس‌های شما عزیزان را خواهیم داشت و من مقداری صحبت دارم ان شاء الله درباره نحوه تعلیم قرآن کریم به اطفال نونهالان. در برنامه حفظ قرآن اگه به خاطر داشته باشید و ما یاری کرده باشید درباره دوران حاملگی و شیرخواری صحبت کردیم. همین موضوع ان شاء الله چند سالی جلوتر می‌بینیم و ادامه خواهیم داد. در خدمت شما هستیم بعد از یک میان برنامه با صفحه 9 از آیه 58 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. با عرض سلام مجدد خدمت شما همه خوبان و عزیزان، از ابتدای صفحه 9 مصحف عثمان طه و آیه 58 سوره مبارکه بقره درس امروز خودمون رو به همراه شما عزیزان آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در ابتدای تلاوت اعوذ بالله رو همیشه میگیم. اگر بعد از اعوذ بالله از ابتدای سوره بود بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشه. اگر ابتدای سوره نبود و از وسط سوره بود نیازی نیست که بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه، اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در ابتدای تلاوت همیشه گفته میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 58 با هم این آیه رو مشاهده میکنیم. حتما بیاد دارید که من گفتم که شماره آیه رو در قسمت آخر آیه می‌نویسن. ببینید الان ما در ابتدای آیه ما اینجا شماره‌ای نداریم و شماره این آیه بعد از اتمام این آیه در پایانش نوشته میشه که همون 58 است. پس همیشه به دقت بکنید وقتی که شماره شما میبینید اون شماره آیه مرتبط است به آیه ما قبلش. یعنی الان اینجا 58 مرتبط به این آیه است نه به آیه بعد از خودش. به همین خاطر عزیزان بعضی وقتا احیانا فکر میکنن که وقتی میگیم 58 یعنی این آیه است فبدل الذین شروع میکنن. نه، همیشه شماره آیه رو در آخر آیه مینویسن و هر جا شماره آیه شما دیدید اون شماره مثل اینجا 58 مرتبط به آیه ما قبل اون هست. از ابتدای آیه با هم آغاز میکنیم. این حرکت رو بارها معرفی کردیم. این حرکت فتحه است. این علامت رو این رو بهش میگیم حرکت فتحه و هر جا که شما این حرکت رو روی هر حرفی که ببینید اون حرف با صدای ا خونده میشه. این حرکت این شش که مال این همزه هست، این حرکتی که این زیر هست که شبیه همین حرکت هست که بهش میگفتیم فتحه، این حرکت زیر حروف قرار میگیره برعکس فتحه که بالا قرار میگیره. این حرکت بهش میگیم حرکت کسره یعنی شکستن و پایین رفتن. این حرکت رو بهش میگفتیم فتحی یعنی باز شدن دهان. فتح یعنی باز شدن، گشایش. به همین خاطر این رو فتح میگن چون در هنگام تلفظش انسان دهانش روی اون حرفی که این حرف قرار میگیره دهان به صورت باز میشه و صدای ا میگیره. این حرکت هم هر جا باشه صدای ا میگیره. اون حرف ای نشه فرق بین ای و یک میگیره کسره. این علامت ساکن هست. علامت ساکن روی هر حرفی که قرار بگیره اون حرف به کمک آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. حرف ساکن، حرکت ساکن. این حرکت نگیم علامت بگیم چون حرکت یعنی ساکن یعنی سکون و این علامت ساکن هست. روی هر حرفی که قرار بگیره نشان بر این داره که اون حرف از خودش هیچ حرکتی نداره و نیاز به حرکت ما قبل داره. به این شکل هر جا شما این علامت رو دیدید علامت ساکن رو حتما باید به کمک ما قبلش اون حرفی که روی اون این علامت قرار گرفته رو باید به کمک حرکت ما قبل بخونید. این علامت هم علامت ضمه هست مثل یک واو کوچک. این علامت ضمه هست. اینو بهش میگیم ضمه با ضاد. به همین خاطر به خاطر این بهش میگیم ضمه که در هنگام تلفظ این حرکت دهان ضم میشه، لبها کنار هم جمع میشه. ضمه یعنی جمع شدن
بعد صدای او میده. روی هر حرفی که قرار گرفت اون حرف با صدای او تلفظ میشه. اینجا مثلا میشه قو، قو نه، او نه، قو، او. یک او داریم، یک او داریم، او و نه او، نکشیم او. خب تا اینجا ما این 4 تا رو فتحه، کسره، ضمه و این علامت ساکن هست. این رو هم من اینجا معرفی بکنم که باز چند حرفایی که هست من برای بار اول معرفی میکنم دیگه، برای بار دوم وقتی به این حرکات رسیدیم معرفیشون نمیکنم دیگه، یادتون باشه که سریع رد میشه. این علامت صاد، این مخفف از یک صاد هست، روی هر حرفی که قرار بگیره روی الف قرار میگیره. این فقط این علامت صاد هست، یعنی وصل، از کلمه وصل گرفته شده. این الفی که روش این علامت باشه بهش میگیم الف وصل و در هنگام وصل ما قبل و ما بعد وقتی که در یک وسط کلمه و یک حرف قرار بگیره خوانده نمیشه. این رو میگیم الف وصل. این رو دقت بکنید. اینجا هم این علامت صفر هست، روی این الف علامت صفر هر جایی که قرار بگیره روی هر الف حرفی اون علامت خوانده نمیشه. این علامت صفر یعنی این خوانده نمیشه. این علامت صفر هیچ وقت خوانده نمیشه. این علامتی که روش صاد داره، این الفی که روش صاد داره فقط در هنگام وصل خونده نمیشه. اگر خودش در ابتدای کلام قرار بگیره خوانده میشه. حالا اگر نمونه‌هایی دیدیم در ابتدای کلام بهش میپردازیم. و یک چیز دیگه هم که حالا اینجا بهش رسیدیم، من 2 تا موضوع دیگه رو مطرح بکنم. هر وقت بعد از حرکت فتحه حرفی که رویش حرکت فتحه قرار گرفت الف قرار بگیره دیگه صدای ا نمیده، اون حرف صدای ا نمیگیره، صدای آ میگیره. همینطور هم ما هر جا که بعد از ضمه هر حرفی که ضمه داشته باشه بعدش واو قرار بگیره اون موقع دیگه صدای او نمیده، صدای او میده، چون این 2 تا با هم کمک میکنه. از ابتدای آیه شروع بکنیم با این توضیحاتی که داشتیم. حالا باز حرکت‌های بعدی رو وقتی بهش رسیدیم توضیح میدمش. و اذ زال رو گفتیم ساکنه، به خاطر همین باید ما قبلش خونده بشه. و اذ قل، همین اتفاق اینجا میفته، ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل که ضمه هست. قل، فتحه نون بعدش الف قرار گرفته، نون صدای آ میگیره. و این قلنا، این در حالتی هست که ما اینجا به هر حال این کلمه بعدش ساکن نباشه. الان ببینیم چه میشه، بعدش رو بریم. تا اینجا این کلمه و اذ قلنا خونده میشه، تا اینجا به تنهایی، البته به تنهایی بدون وصل شدن. این الف الان در هنگام وصل خوانده نمیشه. این دال ساکن داره، علامت ساکن داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. این قاعده همیشه به خاطر داشته باشید که ساکن همیشه به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. الان این دال حرکتش ساکن هست، این الف که حرکتی نداره، این یک علامت حرکت نیست، این صاد یک علامت. این الف هم از خود هیچ حرکتی نداره. الف اینجا آخرین حرکت ما قبل چیست؟ این فتحه‌ای که روی نونه، فتحه روی نون باید بچسبه به دال. اینجا دیگه نه این الف تلفظ میشه و نه این الف تلفظ میشه، هیچ کدوم از این 2 الف تلفظ نمیشن و این فتحه مستقیم میچسبه به این دال و اینجوری میشه و اذ قل ند، و اذ قل ند. دال هم قبلا هم خدمتتون عرض کردم که 5 حرف در هنگام ساکن شدن، 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال که اگر سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. این 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال هر وقت ساکن بودند، اینها هر وقت که ساکن باشند در هنگام تلفظ این حروف مقداری صدا میلرزه در مخرج، در غیر این حروف صدا دقیقاً در مخرج قطع میشه. مثلا ببینید و اذ قل، نمیگیم قل، حرکت نمیدیم، و اذ قل. اما اینجا روی دال که میاد قل ند، نمیگیم ند همینجا نگه داریم، نه، یک کمی دال میلرزه. قل ند و اذ قل ند، بریم ادامه بدیم. و اذ قل ند خو، نمیگیم خو، صدای او میگیره فقط خو. و اذ قل ند خو لو. ببینید اینجا لام ضمه داره، اما چون واو بعد از ضمه آمده و از واو حرفی است که همجنس حرکت ضمه هست، اینجا صدای او میگیره، لام صدای او میگیره.
چی میشه؟ و اذ قلنا ادخلوا خلو، این الف تلفظ نمیشه تا اینجا. و اذ قلنا ادخلوا، فتحه بعدش الف قرار گرفته، صدای آ میگیره، اون حرفی که فتحه داره میشه چی؟ ها ها، اینجا میشه ها. ذ ه، این ه است. ها ذ ه، این الف خونده نمیشه در هنگام وصل. این لام علامتش چی هست؟ ساکن هست، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل چیه؟ کسره ه، میچسبه به لام، میشه چی؟ ها ذی هل هل، ها ذی هل قر یتا قریتا. این ه وقتی که 2 تا نقطه روش قرار میگیره دیگه ت خونده میشه. اینها، این های تانیث 2 تا نقطه که روش قرار میگیره ت خونده میشه. اما در هنگام توقف اگر وقف کردیم دیگه باز همون ه باقی میمونه، این نقطهش هم حذف میشه، این فتحه هم حذف میشه در هنگام توقف و وقف کردن، چون همیشه در هنگام وقف حرکت آخر ساکن میشه به استثنای یک الف تنوین نصب که بهش میرسه. اینجا چی میشه؟ هذه القرية، هذه القرية. در هنگام وصل اینجوری میشه. اگر وقف کردیم میشه چی؟ هذه القرية. یه اینها خونده میشه، این 2 تا نقطه و این فتحش کنون خونده نمیشن. روی این حرف آ هم ها حروفی رو من در برنامه‌های گذشته معرفی کردم، براتون حتما حفظ کردید. عزیزانی که تازه به ما پیوستن اینها رو یادداشت بکنید. قواعد رو، چند تا قاعده کلی هستن که تکرار میشه، یعنی قاعده زیاد سختی نیستن. یکیش رو گفتیم، قاعده قطب جد یا همون قاعده قلقله بهش میگن، که در این 5 حرف قاف تا با جیم دال اگر ساکن بودن در مخرج مقداری صداشون میلرزه. در یک قاعده دیگه هم به اسم قاعده استعلا قبلا من برای شما عزیزان بیان کردم که 8 حرفن که اینها هر وقت که روی اینها الف قرار گرفت، این حروف اگر الف روی اینها قرار گرفت یعنی به صورت آ خونده می شدن، دهان در هنگام تلفظ اینها به سمت بالا باز میشه، یعنی به سمت عمودی باز میشه، بهش میگیم استعلا، یعنی طلب علو، طلب بالا رفتن. یا حروف مستعلیه هم بهش میگن، حروفی که در هنگام تلفظ اینها دهان به سمت بالا باز میشه. این 8 حرف فقط دهان به سمت بالا باز میشه به صورت عمودی، اما در غیر این 8 حرف دهان وقتی که الف روی اینها الف قرار بگیره دهان به صورت افقی باز میشه، به سمت بالا باز نمیشه، به سمت پهلو باز میشه. اون 8 حرف صاد، ضاد، تا، ضا، غین، قاف و خا و را هستند. صاد و ضاد و تا و ضا و غین و قاف و خا و را، این 8 حرف مستعلیه هستند. در هنگامی که اینها الف داشته باشن دهان به سمت بالا باز میشه، در غیر اینها هیچ وقت دهان به سمت بالا باز نمیشه. حالا اینجا ها، این هی 2 چشمی که اینجا میبینیم از اون 8 حرف نیست، یعنی در هنگام تلفظ اینها نمیگیم هذه ها، الان ها دهان به سمت بالا باز میشه، ه ه. دقت کنید من چطور تلفظ میگم، نمیگیم هذه نه، هذه ه ه. ببینید دهان از این طرف باز میشه ه. اما اگه صاد بود مثلا به جای صاد بود میرفت دهان به سمت بالا باز میشون صا. اینها رو بهش میرسیم ان شاء الله نمونه های دیگه اش رو. خب و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية. در هنگام تلفظ، در هنگام وصل قریه میشه، اگر وقف کنیم میشه قریه. حالا ما چون وصلش میکنیم من قریه خوندم. خب کلو، اینجا هم کاف صدای او میگیره اما لام صدای او میگیره به خاطر واوی که بعد از این ضمه قرار گرفته. کلو، فکلو، فکلو. یک کمی میکشیم، ببینید فرق بین این ضمه و این ضمه چیه؟ این به خاطر واو کشیده میشه، چی میشه؟ او، این نمیشه. فکلو، کلو، این بیشتر میکشیم به خاطر واوی که اینجا است، این الف خونده نمیشه. فکلو، فکلو من ها، من ها. نون ساکن رو، حالا احکام نون ساکن رو من همینجا یک یادآوری بکنم، باز بهش ان شاء الله به تفصیل میپردازیم در مثال ها. درباره نون ساکن از مهمترین قواعد تجوید احکام نون ساکنه.
یکی از مهمترین پایه‌های قواعد تجویدی، یکی از مهمترین قواعد تجویدی احکام متعلق به نون ساکنه. 4 قاعده وجود داره برای نون ساکن یا تنوین. تنوین هم که نوعی از نون ساکن هست. تنوین نوعی از نون ساکن است، مثالاشو بهش میرسیم. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین همیشه بعدش رو نگاه میکنیم. در احکام نون ساکن همیشه ما به بعد از نون ساکن نگاه میکنیم. اگر بعد از نون ساکن، قاعده اول، بعد از نون ساکن یا تنوین که همون نون ساکنه، شکل دیگرش بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با قرار گرفت. با. ما در این حالت چیکار میکنیم؟ در این حالت ما به جای نون حرف نون میم تلفظ میکنیم. مثلا من بعد، من بعد، یا در فارسی زنبور، نون تلفظ میکنیم به میم، میشه چی؟ من بعد، من بعد. دیگه نمیگیم من بعد، میگیم من بعد، به خاطر اینکه راحت‌تر تلفظ بشه. اینو قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب با قاف. اقلاب یا قلب به میم، تبدیل، قلب یعنی تبدیل شدن، تبدیل نون به میم، اینو میگن قاعده اقلاب. قاعده اول. یا همون فارسی ترش بگیم قاعده که زنبور درش اجرا میشه، زنبور، نمیگیم زنبور، میگیم زنبور. اینا قاعده اول، قاعده اقلاب. بعد از نون ساکن با باشه، نون تبدیل میشه به میم. این یک قاعده. قاعده دوم، قاعده ادغام. ادغام با غین. ادغام یعنی دغم شدن، یعنی تبدیل شدن، یعنی یکی شدن. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین بعدش یکی از این 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت که اگر سر هم نوشته بشن میشه یرملون. یرملون. این کلمه رو حفظ کنید، یرملون. یا را، میم، لام، واو و نون که بچسبن به هم میشن یرملون. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، اون موقع نون دیگه نون تلفظ نمیشه، تبدیل میشه به حرف ما بعدش هر چی که باشه. یکی از این 6 تا است دیگه، بالاخره یکی از این 6 تا هر چی که بود تبدیل میشه به یکی از این 6 تا اگر بعدش یکی از این 6 تا بود. این قاعده ما بهش میگیم ادغام. دیگه نون تلفظ نمیشه. مثلا من یؤمنو، دیگه من یؤمنو بعد از نون ساکن یا اومده نون، دیگه نون تلفظ نمیشه، میگیم من یؤمنو. من یؤمنو. نون فقط یا تلفظ میشه حرف بابند. یا مثلا من ربکم، من ربکم، من ربکم بعد از نون را اومده، دیگه نمیگیم من ربکم، میگیم مر ربکم، مر ربکم. نون رو تبدیل میکنیم به را. این قاعده دوم بود، قاعده ادغام. قاعده سوم چیه؟ قاعده سوم، پس قاعده اول بعد از نون ساکن ب بیاد تبدیل میشه به میم، بعد از نون ساکن یکی از حروف یرملون بیاد تبدیل میشه به حرف ما بعد از نون ساکن و یا تنوین اگر یکی از حروف حلقی اومد، یعنی حروفی که از حلق ادا میشن، از حنجره، این حروف 6 تا هستن، همزه و ها، همزه ها، حالا هی جیمی و هی دو چشم هر دوشون هستن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، این هر 6 تا از حلق ادا میشن، همزه و ها، هی دو چشم، عین و ها، هی جیمی و غین و خا. این 6 حرف رو اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف اومد، اون موقع نون هیچ اتفاقی براش نمیفته، نون همون طوری که هست ادا میشه. اینو میش میگیم اظهار با تاضا، با ضای خواهر تا. اظهار، ببخشید، اظهار یعنی ظاهر شدن از مخرج خودش، نون از مخرج خودش ادا میشه، ما این رو بهش میگیم اظهار. مثل این مثالی که ما اینجا داشتیم، من ها، بعد از نون ها اومده، هی دو چشم، یکی از این 6 حرف است، نون از مخرج خودش ادا میشه، میشه چی؟ من ها، من ها. این قاعده سوم بود. قاعده اول بعد از نون ساکن یا تنوین ب بیاد نون تبدیل به میم میشه، بعد از نون ساکن یا تنوین اگر یکی از حروف یرملون اومد تبدیل میشه به ما بعدش نون ساکن یا تنوین به حرف بعدی تبدیل میشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف حلقه همزه و ها و عین و ها و غین و خا اومد، از مخرج خودش ادا میشه و اظهار میشه. اینو میگیم قاعده اظهار. اگر نه ب بود، نه حروف یرملون بود، نه حروف حلقی بود، غیر از اینها بود، اون موقع بهش میگیم یک قاعده دیگه داریم به اسم قاعده اخفا، مخفی شدن. اون موقع نون نه تبدیل به میم میشه، نه تبدیل به حرف مابعد میشه، نه از مخرج خودش ادا میشه. چه اتفاقی میفته؟ نون از بینی ادا میشه، صدای نون از بینی خارج میشه. مثل منکم، منکم نون بعدش کاف اومده، نه ب هست، نه یرملون هست، نه حروف حلقی، اینجا نون از بینی ادا میشه، میگیم منکم، نمیگیم منکم،
میگیم منکم. نون از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظش. منکم. خب اینها 4 قاعده کلی بود. این 4 قاعده رو من فقط دیگه بهش اشاره میکنم در هنگام صحبت، دیگه توضیح بیشتری نمیدیم. میگیم کدوم قاعده فقط اجرا میشه، سریع رد میشیم. اینا احکام نون ساکن یا تنوین بود. 4 قاعده: اقلاب، ادغام، اظهار و یا اخفا. بریم سراغ مثال خودمون. اینجا نون ساکن، شما هر جا نون ساکن یا تنوین دیدید یکی از این 4 تا رو بعد اجرا کنید. یکی از این 4 قاعده رو بعد ببینید کدوم هست. اینجا بعد از نون ساکن نه با هست نه یرملون. اینجا ها از حروف حلقی است، این نون از مخرج خودش ادا میشه. من ها، من ها نمیگیم من ها، اخفاش نمیکنیم. من ها سریع رد میشه. خب فکلوا منها، اینجا ها هم مثل هذیهی که قبلا داشتیم، اینجا چیز نمیشه، اینجا استعلا نیست، پر خونده نمیشه. منها نگیم، منها حی ثو شئتم. این دو تا ساکنن، همه با کمک ما قبل خونده میشن. حیث و شئتم. بریم خط بعدی. غدن، این تنوین ان هست. این 2 تا فتحه وقتی که روی هم قرار میگیرن، مثل اینجا یا مثل این سجدن در اینجا، این تنوین رو ما بهش میگیم تنوین ان. این در اصل چی بوده؟ در اصل این یک فتحه که مال داله، رقعده. این اضافی که اینجا اومده در اصل یک نون بوده، اینجا یک نون بوده، رقعدن. نون رو حذف کردن، به جاش این رو گذاشتن، این علامت تا دلالت بر حذف اون نون داشته باشه. تنوین یعنی یک نون محذوف، یک نونی اینجا بوده. به همین خاطر میگیم تنوین در اصل همون نون ساکن هست، چون نمایندگی از همون نون ساکن میکنه. رقعدن. به همین خاطر در هنگام تلفظش ما اون نون رو باید مد نظر داشته باشیم. روی رقعدن دقت کنید. الان ما اینجا خب الان نون تنوین داریم و نون ساکن. بعد از تنوین چه حرفی اومده؟ بعد نگاه کنیم بعد از تنوین یا نون ساکن چی هست که از اون 4 قاعده کدوم اجرا میشه. اینجا واو اومده، بعد از تنوین واو هست. واو از کدوم حروف بود؟ از حروف یرملونه. اینجا ادغام میشه، یعنی این تنوین تبدیل میشه دیگه. اینجا نون تلفظ نمیگیم راغدن، به جای اون نونی که در این کلمه بود راغدن، اون نون آخر تبدیل میشه به چی؟ حرف بعدی که واو هست میشه راغدو. به جای اون نون فکر کنید یک واو هست، راغدو. و یک واو ساکن اینجا میشه، یک واو هم خودش اینجا سر جاش هست، 2 بار خونده میشه واو. راغدو ود، این الف خونده نمیشه، واو میچسبه به دال. ود راغدو ود، 2 بار خونده شد واو، دقت کنید. راغدو، یک بار واو ساکن که اون جای نون رو گرفته، نونی که تبدیل شده به واو. راغدو ود خلو میشه اینجا اگر اینجا بعدش نیاز نداشت به حرکت اینجا. اما در خط بالا چه اتفاقی افتاد؟ ببین دقیقاً همین 2 تا کلمه شبیه هم دیگه، خط بالا و خط پایین. اینجا چه گفتیم؟ و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه. اما اینجا چی میشه؟ اینجا هم همینه، ودخلوا تا اینجا هست، اما یک مشکل اینجا هست. اینجا بعدش ما الف داریم که وصل، این که خونده نمیشه. این لام ساکن هست، نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. این الف نمیتونه کمک کنه، این الف هم اصلا خونده نمیشه، واو هم حرکت نداره. ما باید از این واو، از این ضمه لام کمک بگیریم و اینجا باید این ضمه بچسبه به لام. یعنی اینجا این واو دیگه نقشی نداره و چون این واو نادیده گرفته میشه دیگه این هم او خونده نمیشه، او خونده میشه دیگه. این واو نیست انگار، ما چون مستقیم واو رو میچسبونیم به این لام، این ضمه رو میچسبونیم به لام دیگه. اینو نمیگیم و دخلوا الباب، نه دیگه این واو چون نقشی نداره این ضمه هم دیگه او نمیشه، همون او میمونه. ود خلل لل ود خلل ود خلل باب ود خلل باب. روی راغدن یک چیز دیگه هم دقت کنید. اگر ما اینجا وقف کنیم یعنی بایستیم، یعنی توقف کنیم. ما در قاعده
قاعده وقف این هست: هر جایی که ما ایستادیم وقف کردیم، آخرین کلمه‌ای که همیشه میخوانید باید آخرین حرف اون ساکن تلفظ بشه. هر حرکتی هم که داره نباید حرکت پیدا بکنه و باید ساکن بشه، یعنی باید می ایستیم دیگه، توقف میکنیم دیگه. همیشه در راه رفتن هم همینه دیگه. در مسیری مثلا ماشین سواریم داریم میریم یک جایی باید بیستیم، باید توقف کنیم دیگه، نباید اونجا دیگه حرکت داشته باشیم، یعنی باید سکون باشه اون آخر. این قاعده در تلاوت قرآن هم هست، یعنی شما هر وقت که یک جایی می ایستید، چه وسط آیه چه آخر آیه، هر جا که باشه، شما هر جا که ایستادید آخرین کلمه‌ای که تلفظ می‌کنید آخرین حرفش باید با سکون تمام بشه، یعنی ساکن باشه، حرکت ندید. حرف آخر میشه ساکن. یک استثناء داره که فقط اینجا در این تنوین هست. برگردیم اینجا الان در این دال رغدن، ما اینو رغدن چی در هنگام وقف چی میشه؟ استثناء فقط همین یک حالت است. هر وقت تنوین ان شما دیدید در هنگام وقف این تبدیل میشه به آ. به خاطر همین یک الف همیشه پشت تنوین ان شما میبینید، یک الف همیشه میبینید. این الف به خاطر اینه که در حالت وقف شما اگر اینجا ایستادید یعنی وقف کردید چطور میشه؟ میشه را غ دا. این دیگه این رغدا خونده میشه، این تنوین تبدیل میشه به الف. را غ دا. اگر ما اینجا به استیم چی میشه؟ میشه فکلوا منها حیث شئتم رغدا. رغدا، نمیگیم راغد. راغد تنوین های دیگه ساکن میشه، اما این تنوین استثناء تنوین ان تبدیل میشه به آ. راغدا. راغدا. خب این در هنگام وقت بود دیگه، اما وقتی که وصلش کنیم چون بعدش واو اومده تبدیل به واو میشه، میشه راغدا ودخلول ودخلول باب سجدا. تشدید رو تا حالا معرفی نکردیم تو درس امروز. این علامت تشدیده، این علامت رو بهش میگیم تشدید، یعنی شدت پیدا کردن. و هر جا این علامت رو دیدید، این علامت نشان از چی داره؟ یعنی چی؟ یعنی که حرفی که زیر اون قرار گرفته، هر چی که باشه، هر جا این علامت تشدید رو دیدید یعنی اینکه حرفی که زیر تشدید قرار گرفته در اصل دو تا بوده، یعنی دو تا جیم بوده. اینجا دو تا جیم بوده. جیم اول، یک جیم دیگه هم قبلش بوده، جیم اول ساکن بوده، جیم دوم حرکت داشته. این حرکت فتحی که اینجاست مال جیم دومه. جیم اول ساکن رو به خاطر اینکه زیبایی نوشته حذفش میکنن و به جاش یک تشدید میگذارن. این تشدید دلالت بر حذف آن جیم اول داره، اون حرف اول داره. و همین خاطر ما در هنگام خواندن تشدید همیشه دو بار میخونیم حرفی رو که تشدید روی اون قرار گرفته. یک بار چون ساکن بوده بار اول به کمک آخرین حرکت ما قبل، یک بار هم به کمک اون حرکتی که بالا یا پایینه خود اون حرف قرار داره. اینجا جیم دو بار خوانده میشه، یک بار به کمک حرکت ما قبل که سین هست میشه سج سج، و چون جیم از اون حروف قطب جد هم هست که 5 تا حرفی که گفتیم که ساکن باشید کمی میلرزه میشه سج. این ذره در جیم میلرزه. سج ج سج ج. ببینید دو بار میخونیم جیمو. سج ج سج سج ج. خب دال مثل راغدن، این تنوین دال اینجا هم هست، دقیقاً احکامی که اینجا بود اینجا هست. دقیقاً همین احکامی که اینجا جاری شد بین این تنوین چه در حالت وقف چه در حالت وصل با واو، همین اتفاق اینجا هم میفته. دقیقاً همونه. دال داریم، تنوین داریم، واو داریم. در هنگام وقف چی میشه؟ در هنگام وقف این تبدیل میشه به الف. میشه چی؟ ودخلوا الباب سجدا. سجدا سجدا در هنگام وقف. اما در هنگام وصل چون بعد از تنوین واو آمده و یکی از قاعده های تنوین یا نون ساکن این بود که بعدش واو می آمد، تبدیل باید بشه به واو، میشه سجدا سجدا و سجدا و دو بار سجدا و این بر که سر جاشه، فقط این تنوین تبدیل میشه به واو. سجدا و سجدا و قولو. قاف ضمه داره بعدش واو اومده میشه او، لام ضمه بعدش واو میشه او. قولو این الف خونده نمیشه. و قولو حط حط. دقت کنید دو بار خونده میشه. این یک بار به کمک های مقام
چون تشدید داره، یک بارم به همراه حرکت فتحه. و تا از اون 5 حرفی هست که ما گفتیم در هنگام ساکن شدن. تای اول اینجا ساکنه دیگه، اینجا دو تا هست، یکی اولی ساکن بوده، دومی حرکت داره. تای اول ساکن از اون 5 حرفی هست که گفتیم قطب جد تا هست دیگه، جز این 5 تا در هنگام ساکن بودن کمی در مخرج می‌لرزه. حط 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 تا حط تا حط تاتون حط تاتون. این در هنگام وقف این تنوین خوانده نمیشه، میشه حط و قولوا حط حط. اینجا ها خونده میشه حط طه. نه این دو تا نقطه خونده میشه نه این تنوین. این تنوین دیگه مثل تنوین سجدن نیست که در هنگام وقف الف خونده بشه، نه این ساکن میشه، کلا در هنگام وقف ساکن میشه. و قولوا حطتون و قولوا حطه در هنگام وقف. در هنگام وصل و قولوا حطه تون. اینجا بعد از تنوین نون اومده، اینجا خود همون نون دوباره تکرار میشه دیگه، تنوین تبدیل میشه به همون نون مابعد. یرملون هم قاعده ادغام صورت میگیره و میشه چی؟ حطتون حطتون و قولوا حطتون نغفر. را هر وقت قبلش کسره بیاد رای ساکن یک کمی باریک خونده میشه، نمیگیم نغفر لکم. درباره قواعد حکم را و انشاءالله قواعد را باز بیشتر صحبت میکنیم در آیه. نغفر لکم و قولوا حطة نغفر لکم. خط بعدی تا فتحه داره، بعدش الف اومده، باید صدای آ بگیره. و چون تا یکی از اون 8 حرفی هست که پر خوانده میشه، صاد، ضاد، تا، ضا، عین و قاف و خا و را، اینجا این پر خونده میشه اما یا پر خونده نمیشه، یا از اون 8 حرف نیست. چطور میشه؟ خطا ی. دقت کنید که اینا چطور تلفظ میکنیم خطایا رو. روی تا دهان به سمت بالا باز میشه، خطا ی، یک بار بالا میاد یک بار بغل میره. فرق این دوتا حروف که پر خونده میشن یا نمیشن در اینه. حروف استعلا صاد، ضاد، تا، ضا، غین و قاف، خا و را پر خونده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. خطا، اما نمیگیم خطا یا، نه، یا چون از این حروف نیست باز دهان از این ور باز میشه. خطا یکم، نمیگیم خطا یاکم، نه، خطا یکم. اینو دقت کنید، پر خواندن و باریک خواندن فرقش در اینه. خطا یکم. این جیم یعنی این که اینجا جواز داره وایستید یا وای نستید، جایزه که وایستید یا وای نستید. استادید مشکلی نیست، نه استادید مشکلی نیست، اجازه دارید که وایستید یا وای نستید. و نه زی کسره، هر وقت بعد از کسره حرف یا بیاد که هم جنسه با حرکت کسره است، اون کسره صدای ا تبدیل میشه به ای. ا میشه چی؟ ای. همین ما در حرکات فتحه، کسره و ضمه، اینو دقت کنید عزیزان، حرکات فتحه، کسره و ضمه، این حرکات 3 حرف هم جنس دارن. حرکت فتحه هم جنسش الف هست، حرف الف هست. حرکت کسره هم جنسش حرف یا هست و حرکت ضمه هم جنسش حرف واو هست. به همین خاطر اینها خودشون در هنگام تلفظ ا، او، اینا کشیده نمیشن، نه آ میشه، نه ای میشه، نه او میشه. اما وقتی که بعد از این حرکت های فتحه روی هر حرفی که باشن فرق نمیکنه، فتحه هر وقت بعدش الف قرار گرفت میشه آ. حالا باز پر خوندن و باریک خوندنش یک بحث جداست. هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت، به همین خاطر اون حرفی که فتحه داره صدای آ میگیره دیگه، نمیگیم ا، میگیم ا، یا پر میخونیم یا باریک. هر وقتم بعد از حرفی که ضمه داره واو قرار گرفت دیگه نمیگیم او، میگیم او. مثل همین با قولو و قولو، اینو دیگه نمیگفتیم و قولو و قولو میکشیم. هر وقتم بعد از کسره یا آمد باز هم کسره دیگه ا نمیشه، میشه ای، نمیگیم ا. واسه اینجا مثلا برگردیم، اینجا در این مثال و نه، اینجا کسره بعدش یا اومده، اینجا کسره دیگه نمیشه، واسه نه زدو نمیشه، زی
و سنزی. خب و سنزی دل دل الف خونده نمیشه، دال میچسبه به لام. محسینی نی کسر بعدش یا اومده مثل این مثال محسینین. نون در آخر باید ساکن باشه و دقت کنید که وقتی که ساکن تلفظ شد نباید حرکت داشته باشه. و سنزید المحسنین. روی نون همین که مخرج نون وایستادی توقف میکنه. این آیه رو من یک بار بخونم که یک مقدار بحث داشت. آیات بعدی ان شاء الله سریع‌تر میگم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بریم آیه 59. آیه بعدی فبدل دال دوبار خونده میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار به همراه حرکت خودش. فبد دال هنگامی که دال اول چون ساکن از حروف قطب جدم است کمی در مخرج می‌لرزه. فبدل تا اینجا. فبدل الف خونده نمیشه، لام تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که یک بار به همراه اون خونده بشه، یک بارم خودش با حرکت خودش. اینجا لام میچسبه به این لام. فبدل الذی کسر بعدش یا صدای ای میگیره. فبدل الذین. خب خط بعدی ظلمو الف خونده نمیشه، ضمه بعدش واو صدای او میگیره. ظلمو قولا. ببینید اینجا الان ما در این تنوین ان این الف چرا نوشته شده؟ چرا یک لام تنها نیامد فقط یک روش بگذارن؟ قول یک لام بود دیگه، قول یک لام، دو تا تنوین روش میگذاشتن. این الف به خاطر چی اضافه شده؟ چرا قولا نوشته شده؟ چون این کلمه در هنگام وقف اگر کسی اینجا ایستاد تنوین ان تبدیل میشه به آ دیگه. چطور خونده میشه؟ قولا. لام از حروف مستعلی نیست، پر نمیشه، دهان از بغل باز میشه چی؟ قولا. فبدل الذين ظلموا قولا. البته اینجا ما وقف نمی کنیم، اما چون اگر احیانا کسی وقف کرد به خاطر این الف نوشته شده. اگر وقف بشه این قولا خونده میشه. اگر وقف بشه ما وقف نمی کنیم اینجا فعلا، اما اگر وقف بشه قولا خونده میشه. خب الان ما در هنگام وقف که گفتیم میشه قولا. در هنگام وصل یعنی چی؟ یعنی چطور میشه وصل کردن؟ تنوینه. قولا تنوین بعدش چی داریم؟ یک از اون چهار قاعده بعد اجرا بشه. میبینیم بعد از تنوین کدوم حرف است؟ بعد از تنوین یا نون ساکن یک از چهار قاعده اقلاب، ادغام، اظهار یا اخفا. بعد از تنوین اینجا حرف غین اومده. غین ب که نیست پس اقلاب نمیشه. یرملون هم نیست، یعنی تبدیل نمیشه نون به حرف ما بعد. غین یک از اون 6 حرف حلقی، همزه و ها، عین و ها، غین و خا و را. بعد این الان غین که از اون حرف ها هست، یعنی اینکه این نون از مخرج خودش ادا میشه. اینجا اظهار میشه در اصطلاح، یعنی نون از مخرج خودش ظاهر میشه. قولا غیر. اینجا تنوین هیچ اتفاق روش نمیفته، نون همونجوری که است ادا میشه، نه از بینی ادا میشه نه عوض میشه به حرف دیگری. قولا غیر. الف اینجا خونده نمیشه، لام نیاز تشدید داره، تشدید و ساکن. تشدید هم یک نمونه از ساکن هست، فقط فرقش اینه که دو تا حرف هم جنس کنار هم قرار گرفتن، اولی ساکن دومی حرکت. تشدید و ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل خونده میشن که فتحه هست، را میچسبه به این لام میشه غیر لا. ببینید غیر لا دو بار خونده شد، یک بار به همراه را. غیر لا ذی
کسره، این حرکت ز کسره داره بعدش یا اومدی میشه ذی. غیر الذی قی، کسره بعدش یا دوباره صدای ای میگیره. قیل لهم، قیل لهم قولا غیر الذی قیل لهم. نون اینجا الان هر جا نون دیدید که در مصحف عثمان طه نون دیدید حرکت نداشت، اون نون ساکن هست. نونی که حرکت نداره ساکن هست. ما در برنامه گذشته درباره حروفی که خوانده نمیشن برای شما گفتیم که فقط 4 حرف اگر هیچ حرکت روی اونها نبود خوانده نمیشن. واو، الف، لام، یا. سر هم که نوشته بشه میشه والی. حروف والی، واو، الف، لام، یا. این 4 حرف اگر هیچ حرکت و علامت روی اینها نبود خونده نمیشن و اینا حرکت نداشته باشن خونده نمیشن. اما غیر از اینها حرفهای دیگه خونده میشن همیشه. فقط این 4 حرف خونده نمیشن اگر علامت و اگر حرکتی روشون نباشه. اینجا نون از اون 4 حرف نیست، نون ساکن در نظر بگیرید. خب نون ساکن الان دوباره باز یکی از اون 4 قاعده رو بعد اجرا کنیم. نون ساکن بعدش چی هست؟ ب که نیست، پس تبدیل به میم نمیشه. یرملونم، زا از یرملونم نیست، پس تبدیل به ما بعدم نمیشه. زای دقت کنید تلفظشو، زای ببین از هر قضا نمیشه، از برخورد زبان با زا با دندانهای جلو ادا میشه. این چطور میشه؟ این میشه چی؟ اینجا الان این قاعده آخری اجرا میشه، قاعده اخفا. یعنی نون از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظش. میشه چی؟ نمیگیم فانزلنا، نه، از مخرج خودش ادا نمیشه، اینجا باید مخفی بشه این در بینی. یک مقدار وای میستیم روش. فانزلنا لار. اینجا دقت کنید الان این اگر به این حرف مابعد نمیچسبید علا خونده میشد و اینجا یک الف میگذاشتن. عثمان طه اینجا یک الف میگذاشت اگر این خونده میشد. اما اینجا یا از اون 4 حرفی هست که گفتیم واو، الف، لام، یا. والی اگر هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشه. این الف هم که در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، یعنی مستقیم لام باید بچسبه به لام. میشه چی؟ علل الذین. این یا دیگه اینجا هیچ نقشی نداره، یا خونده نمیشه، الف هم خونده نمیشه. علل الذین ظلموا فانزلنا علی الذین ظلموا. این رو تا اینجا بریم خط بعدی. اینجا این گوشه تصویر نوشته که ثلاثه ارباع الحزب. اینجا در قرآن عربی این گوشه تصویر شما شاید نباشه. این گوشه این حرفی که نوشته، من قرار شد هر چیزی که روی نسخه هست روی صفحه هست من برای شما از اون توضیح بدم دیگه، به همین خاطر رفتیم تو حاشیه ها. ثلاثه ارباع الحزب. حزب، این کلمه حزب رو اول حزب 1 قرآن رو، حالا تغییراتی هست، تفاوتایی هست در بعضی از مصاحف، اما در عثمان طه بیشتر همین گونه است که هر جز قرآن کریم که 30 جز هست، هر جز رو به 2 نیم جز، به 2 قسمت اول و دوم تقسیم میکنن، نصف میشه جز. مثلا اینجا عثمان طه که غالبا صفحاتش 20 صفحه به جز استثنای جزئی که 21 صفحه است، 10 صفحه جدا میکنن. حزب اول، حزب دوم، یعنی هر جز میشه 2 حزب، هر جز میشه 2 حزب. با این تفاصیل کل قرآن کریم میشه 60 حزب، یعنی 60 تا نیم جز. حزب یعنی نیم جز، هر جا دیدید حزب نوشته یعنی نیم جز. بعد حالا خود نیم جز هم باز تقسیم بندی هایی میشه، یعنی نیم جز رو هم باز تیکه تیکه میکنن. باز همین حزب هم مثلا میگن نصف الحزب یعنی نصف نیم جز، ربع الحزب یعنی 1/4، ربع یعنی 1/4 نیم جز، 1/4 نیم جز. خود هر به هر حال تقسیم بندی ها اینا رو این علامت های این گوشه گذاشته میشه. اینجا میشه ثلاثه ارباع، بعضی جا تعبیرات دیگه می‌نویسن یعنی 3 تا ربع، یعنی 3/4 حزب، یا به تعبیر ساده‌تر 75% حزب، 75% نیم جز. این معناش اینه. و این الان از اینجا این علامت این ستاره که اینجا می‌بینید، این علامت ستاره شروع اون
قسمت بعدیه و پایان اون تقسیم بندی قبلی. اینا زیاد مهم نیست، اینا رو زیاد اهمیت بهش ندید و حالا در تلاوت و در این مسائل هیچ تفسیری و نقشی نداره، فقط به خاطر این سری تقسیم بندی های همینطور نوشته میشه. خب بریم سراغ خود این کلمات. رج جیم از اون حروفی است که وقتی ساکنه در مخرج مقداری میلرزه. قطب جد جیمی که از اون 5 تا حرف است میشه رج زن. الان تنوین ان داریم، این تنوین هم اگر وقف بکنیم میشه رج ز میشه. زا از حروف مستعلی از اون 8 حرفی که پرخونده میشن نیست. دهان در هنگام تلفظ الف در هنگام وقف کردن اینجا پرخونده نمیشه و باریک خونده میشه رج ز. نمیگیم رج زا، رج ز در هنگام وقف. اما اگر نخواسته باشیم وقف کنیم که بهتر اینه اینجا وقف نکنیم و ادامه بدیم، اون موقع دیگه چیکار میکنیم؟ بعد از تنوین میم آمده. الان باید چیکار بکنیم؟ بعد از تنوین میم آمده، یکی از حروف یرملونه. تنوین تبدیل میشه به میم. این تشدیدی هم که اینجا گذاشته شده به همین خاطره، به خاطر تبدیل این تنوین به میمه. چی میشه؟ نمیگیم رج زن، میگیم رج زم. به جای نون میم تلفظ میکنیم. رج زم، میم دومی هم اینجاست. رج زم من السماء. این چطور خونده شد؟ الف که خونده نمیشه، لام هم هیچ حرکتی نداره و یکی از اون 4 حرف واو، الف، لام، یا والی، حروف ناخوانا والی یکی از اون 4 حرف هست. لام هر وقت حرکت نداشت خونده نمیشه. سین تشدید داره، یعنی اینکه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، یک بار به همراه اون خونده بشه، یک بار به تنهایی خودش. اینجا الان فتحه نون میچسبه به سین، نه الف خونده میشه نه لام. مینس یک بار با این نون خونده میشه، مینس یک بار خودش تنها، مینس س ما. حالا اینو با سر هم بخونید دیگه، مینس سما. زیاد وقت نکنید، من به خاطر اینکه مشخص بشه اینجا وایسادم. مینس سما. میم فتحه بعدش الف، گفتیم اون حرفی که روش فتحه قرار گرفته بعدش الف بیاد اون حرف آ خونده میشه و چون میم که روش آ بیاد یک از اون 8 حرف صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را نیست، پر خونده نمیشه. نمیگیم سما، دهان به سمت بالا باز نمی کنیم، میگیم سما، دهان از بغل باز میشه. من السما. این علامت مده. هر جا این رو دیدید روی 3 حرف واو، الف و یا قرار میگیره. فقط این علامت فقط روی واو و الف و یا میاد که بهش میگن حروف مد و یعنی کشیدن. مد یعنی کشیدن. این را هر جا روی الف یا واو یا یایی دیدید، یعنی اون الف یا واو یا یا باید کشیده بشه، باید بکشینش. اینو فعلا ما گفتیم در ابتدا، حالا به اندازه بستن 3 تا انگشت این رو بکشید تا باز برسیم به قواعد دقیق‌تر و جزئی‌ترش. جزئیات بیشتر مد رو ان شاءالله هر وقت که بحث مد رسیدیم در بحث تجوید مفصل‌تر صحبت کردیم میگیم که تخصصی‌تر چه مدی چه وقت چقدر کشیده بشه. به هر حال فعلا به خاطر اینکه حد معمول متوسطی که اختلاف نظری روش نیست 3 تا بکشید، یعنی به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی. مثلا الان اینجا چطور می‌خونیم؟ من السماء. این 3 تا انگشت تو همینجور در حالت عادی وقتی می‌بندید به هر کدوم بسته شدن هر کدوم از اینا میگن یکی. اینجا 3 تا باید کشیده بشه، یعنی به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت عادی. من السماء 3 تا کافیه فعلا. حالا باز قواعد تخصصیش وقت خود قواعد مد رو گفتیم برسیم. فانزلنا علی الذین، از خط بالا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما پر خونده نمیشه اینجا، بما کانو. این الف خونده نمیشه، بما کا. اینو نه ما نه کاف، میم و کاف پر خونده نمیشن. بما کانو الف خونده نمیشه. یفسقون نون هیچ حرکتی نکنه. این بارها من تاکید میکنم چون میبینم بعضی از عزیزان در هنگام وقت روی آخر آیات حرکت میدن بعضی از حروف رو، فقط به جز همون 5 حرف قط و بجد که مقداری در مخرج میلرزه هیچ حرف دیگه نباید حرکت کنه. یفسقون. بریم آیه 60. این علامت رو که توضیح دادم، این گل خوشگلی که اینجاست، این به خاطر این علامتی که گوشه صفحه نوشتن، به خاطر اون. و ای ذی و ای ذی تا اینجا و ای ذی.
الف خونده نمیشه. سین ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که کسره زاست. ذال و ایذس و ایذس تسقا و ایذس تسقا فتحه بعدش الف. اون حرفی که فتحه داره باید به صورت آ خونده بشه، باید آ بخونده بشه، حرکت آ میگیره. ببخشید. و از اونجایی که حرف قاف یکی از اون 8 حرفی هست که پر خونده میشه، وقتی که الف روش قرار بگیره قاف پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه. چطور میشه؟ و ایذس تسقا نمیگیم، و ایذس تسقا ق نمیگیم، دهان از بغل باز نمیکنیم، پر خونده میشه. و ایذس تسقا و ایذس تسقا. خط بعد موسی فتح بعدش الف اومده. موسی سین از اون حروف نیست، از اون 8 حرف. صاد هست، سین نیست. این از اون 8 حرف نیست، پر خونده نمیشه، میشه موسی. نمیگیم موسا. موسی لقومه. این یاست، این کوچولی که اینجا نوشتن این یا هست، کسر بعدش یا صدای ای میگیره، یعنی این ه بعد با صدای ای خونده بشه. هی موسی لقومه فقل نا. اگر این تنها خوانده میشد فقلنا، اما بریم جلوتر. الف که حرکت نداره، این در هنگام بست خونده نمیشه. ضاد هم ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، حرکت کسره. حرکت حرف نه، حرکت. این حرکت کسره هست. نون باید بچسبه اینجا فتحش به ضاد، پس این الف دو تا الف وسط خوانده نمیشن. چون این الف بی ثمر میشه دیگه، این فتحه هم بعدش دیگه الفی در کار نیست اینجا دیگه، په همین فتحه خونده میشه، آ نمیشه دیگه، ا میشه. فقل نض دقت کنید، نض. فقل نضرب اینجا نون میچسبه به ضاد. فقل نضرب. خب الان این به ما 2 تا با داریم اینجا، یک به اینجاست یک به اینجاست. این به اول ساکن بوده، بعدی حرکت کسره داشته. اینجا روی این به ساکن رو نگذاشتن، به جاش اینجا تشدید گذاشتن. شاید تو بعضی مصاحف اینجا خودش ساکن باشه، این تشدید اینجا دیگه نباشه، کسره باشه. در هر حالت فرقی نمیکنه. اگر تشدید بود دیگه نباید ساکن نوشته بشه، اگه ساکن نوشته شد دیگه تشدید نوشته نمیشه. مهم این است که نشون داده بشه که این 2 تا به هست. الان اینجا میتونید شما این تشدید رو در نظر نگیرید، ب رو ساکن فرض کنید، یا اصلا کلا این ب رو در نظر نگیرید، همین تشدید رو دوبار بخونید. چطور میشه؟ فقل نضرب. ب از اون حروفی هست که وقتی ساکن هست یکمی در مخرج میلرزه، قطب جد از اون 5 حرف هست. فقل نضرب بعصاک. صاد فتحه داره بعدش الف، از حروف مستعلیه است، پر خونده میشه. بعصا نمیگیم بعصا، نمیگیم بعصا. بعصا کل الف خونده نمیشه، کاف میچسبه به لام. حجر بعصا کل حجر. فقل نضرب بعصاک الحجر. این علامت صلا یا مخفف صاد مخفف وصل، لا مخفف اولا. صلا یعنی وقف، اولا یعنی اینجا وقف کردن. ببخشید صاد مخفف وصل، من اشتباه گفتم، قلا مخفف وقفه. صاد مخفف وصل، لام هم مخفف اولا یعنی وصل اولا. اینجا وصل کردن بهتره، اگر وقف هم کردید اشکالی نداره. البته اگه وقف بشه دیگه حجرا نمیشه، میشه حجر. بعصاک الحجر اگه وقف کنیم اینطور میشه. خب ادامه میدیم ما. فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت. الف خونده نمیشه، نون ساکنه، بعد از نون ف اومده، نه از حروف یرملونه نه از حروف حلقه نه به هست، اخفا میشه، یعنی نون از مخرج خودش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه، به همراه مقداری توقف در هنگام مخرج، در هنگام تلفظش از مخرج بینی. فانفجرت منه من نون ساکن بعدش ها اومده، یکی از حروف حلقی اظهار میشه، از مخرج خودش ادا میشه. منه. الان الف اینجا خونده نمیشه، سا نیاز به آخرین حرکت ما قبله خودش داره، ضمه میچسبه به سا. منه
حسن ت، اینجا فتحه بعدش الف، تا هم از اون 8 حرف نیست، تای دسته دار هست، تای درخته نیست، پر خونده نمیشه، از حروف مستعلیه نیست. من حسن ت، نمیگیم من حسن تا، من حسن ت عشرات، عشرات. اگر اینجا وقف کنیم میشه عشره، اینجا وقف نمی کنیم، من به خاطر همین اطلاعاتمو میگفتم. عین، عین در هنگام وقف، عشرات عین اگر وقف کنیم، اینجا اگر وقف کنیم میشه عینا، دیگه اینجا الف خونده میشه، تنوین نصب یا همون تنوین ان در هنگام وقف الف خونده میشه، یادتون باشه. اینم که یعنی وصل اولو وصل کنید بهتره، اگر وصل هم نکردید اشکالی نداره، گناهکار نمیشه کسی. اگر وصل کنیم، اگر وقف کنیم که میشه عینا، اگر وصل کنیم چی میشه؟ بعد از تنوین قاف اومده، قاف نه از حروف یرملونه، نه از حروف حلقیه، نه با هست، یعنی قاعده آخر اخفا اجرا میشه. تنوین اینجا بعد از بینی ادا بشه به همراه مقداری مکس در بینی، عینا قد، عینا قد علم، علم قد علم کل، دو بار خونده میشه، یک بار با لام کاف کلو، یک بار هم به همراه خودش کلو، او نه سین، او نه نون پر خونده نمیشه، او نه سین. اما بعد از تنوین چی داریم الان؟ همیشه گفتیم بعد از تنوین باید بعدش رو نگاه کنیم، چه نون ساکن چه تنوین مستقیم، باید بریم ببینیم کدوم از اون 4 قاعده کدوم اجرا میشه. میم اینجا حرف یرملونه، تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد، نمیگیم اوناسین، میگیم اوناسیم، میم تلفظ میکنیم. میم بعدی هم که خود سر جاش هست تشدید میگیره، اوناسیم، اوناسیم. میم تشدید دار همیشه یک مقدار روش وقت میشه، به همین چونی که نون تشدید دار هم این کارش میشه، اینو به اصطلاح میگیم غنه. روی نون مشدد و میم مشدد می ایستیم، وقت میکنیم به اندازه یکی یا دوتا که بهش میگن ادغام، اینو بهش میگن غنه. این قاعده اوناسیم مشربهم، مشربهم وصل کردن بهتر است. کلو الف خونده نمیشه. بریم خط بعد. وش الف خونده نمیشه، به واو میچسبه بشین، وش رابو، کلو وش رابو. اینجا نون ساکنه، بعدش را اومده، یکی از حروف یرملونه، یعنی نون تبدیل باید بشه به را، نون تبدیل میشه به را و نون تلفظ نمیشه. اینجا دیگه نون تلفظ نمیشه، را نون تبدیل شده به ر، به خاطر همین ر تشدید گرفته میشه چی؟ مز، مز ر تلفظ میکنیم، مز رزق، مر رزق. نون اینجا اصلا در نظر نگیرید، مستقیم بچسبونید به را، مر رزق، وش کلوا واشربوا من رزق رزق. این لفظ جلاله الله، الفش خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، لام وسط مشدد، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، قاف میچسبه به این لفظ لام دوم و اینطور خونده میشه رزق الله، رزق الله. یک نکته رو مد نظر عزیزان باشه، قبلا هم گفتم بارها، بازم میگم، لفظ جلاله الله، لفظ جلاله الله هر وقت ما قبلش فتحه و یا ضمه باشه، فتحه و ضمه که بالای حروف نوشته میشن، پر خونده میشه، بالا دهن به سمت بالا باز میشه. مثلا هو الله، دهان به سمت بالا باز میشه، هو الله والله مثلا. اما هر وقت ما قبلش کسره بود، اون موقع دیگه پر خونده نمیشه، لفظ جلاله باریک خونده میشه، این دهان به سمت بغل باز میشه. مثلا الحمد لله، لله نمیگیم لله، الحمد لله. اینجا هم همینطوره، مثلا رزق الله، رزق الله نمیگیم رزق الله، نه رزق الله باریک خونده میشه، رزق الله. بریم سراغ نسخه. مر رزق الله ولا تعثوا، الف خونده نمیشه. اینجا این میشد فی اگر ما بعدش حرکت می داشت، اما چون اینجا الف خونده نمیشه، لام هم ساکن هست، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که کسره فا هست، یا اینجا خود به خود حذف میشه و چون یا بعد از کسره دیگه در خوندن حساب نمیاد، دیگه فی هم نمیشه، ف میشه، میشه فل، فل، فل ارضی،
ولا تعثوا في الارض مفسدین. این هم از آیه 60. یک بار این آیه رو با هم بخونیم، گرچه آیه قبل فراموش کردم. خب اون آیه قبلش رو در تلاوت، آیه قبلش هم بخونیم. آیه 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. من اینجا نفس کم آوردم، اینجا وایستادم. اگه وایستید سما دیگه خونده نمیشه، این ساکن میشه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بریم آیه آخر از این صفحه. این آیه آخر ماشاءالله خودش 5-6 خط. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر. نون بعدش نون اومده، تشدید میگشه. یک نون ساکن، یک نون متحرک. حالا میتونید نون در نظر نگیرید، تشدید در نظر بگیرید، میتونید این تشدید رو در نظر نگیرید، این ساکن در نظر بگیرید. لن نصبر علی. اینجا الف اومد. یک علا ما قبل خطای بالا داشتیم، من اونو براتون پیدا کنم که فرق این دوتا رو ما ببینیم. که اونجایی که علا رو اینجا داشتیم، ما در این آیه 59 داشتیم. نگاه کنید الان ما در این آیه 59 این علایی که اینجا هست، این همون علاست، اما چون این میچسبید به ما بعد و ما نیاز داشتیم از لام کمک بگیریم، فتحه لام، اینجا الف نگذاشت شیخ عثمان طاها، چون علا خونده نمیشد دیگه. اما برگردیم همینجا، مثلا الان اینجا، اما اینجا علا، این الف رو اینجا گذاشت. چرا؟ چون ما این الف الان اینجا دیگه بعدش هیچ حرکت، ما نه ساکنی بعد از این هست، نه این حرکت بعد از کلمه بعدی خودش حرکت داره، نیاز به این نداریم. الان اینجا علا خونده میشه. وقتی این الف رو شما دیدید علا بخونید، وقتی ندیدید دیگه همون علل میشه، میچسبه اون لام به حرف بعدش. اینجا چی میشه؟ فتحه بعدش الف، لام صدای آ میگیره و چون از حروف مستعلیه نیست برام خونده نمیشه. علی لن نصبر علی طعام، اما من نمیمونه اینطوری. تنوین اینجا الان بعد از تنوین یا نون ساکن یک از اون 4 قاعده بعد جا بشه، بعدش واو اومده، حروف یرملون تبدیل میشه میم، تنوین تبدیل میشه به حرف بابد، میشه تعم تعمن. دیگه نمیگیم، به جای نون واو تلفظ میکنیم. تعم واحدین، تعم واحدین. بعد از تنوینه که دوباره بعد ببینیم کدوم قاعده اجرا میشه. بعد از تنوین از اون 4 قاعده حرف یرملون نیست، حروف حلقی هم نیست، با هم نیست، اخفا میشه. قاعده آخر یعنی تنوین بعد از بینی ادا بشه به همراه مکس در هنگامش. واحد علی طعام، اینجا ادغام شد، اینجا اخفا شد، اینجا تبدیل شد به واو، اینجا همونجا از بینی ادا میشه. طعام واحد فد، الف خونده نمیشه، فا میچسبه به دال. فدعو لنا ربک یخرج جم در مخرج که میرزه، یخرج لنا مما تنبتو. اینجا دقت کنید نون ساکن بعدش با اومد، قاعده اول اجرا میشه، هم مثل زنبور. اینجا خود به خود شیخ عثمان طاها این میم رو اینجا گذاشته دیگه، نون الان اینجا میم تلفظ میشه. تنبتو تول، الف خونده نمیشه، ت میچسبه به لام. تنبت الارض. یک اینجا رو توضیح بدیم بعد میگه قاعده رو میگم. اینجا نون باز دوباره بعدش با اومده تبدیل به میم میشه، اینجا این میم تلفظ میشه، نون تلفظ نمیشه. من
لیها لیها من لیها. دقت کنید که قاعده از بین 4 قاعده که احکام نون ساکن یا تنوین دارن، فقط قاعده ادغام یک استثناء داره که در خود یک حرف اجرا نمیشه، مثل دنیا، مثل قنوان، مثل سنوان. اینجا بعد از نون واو اومده در سنوان و قنوان، اما نمیگیم قنوان، میگیم قنوان. اینجا قاعده ادغام در یک کلمه، در خود یک کلمه اجرا نمیشه، یعنی در بین حروف یک کلمه. اما قاعده اقلاب در خود یک کلمه اجرا میشه، مثل تم به تو، اینجا در خود یک کلمه است، نون و به هر دو تا در یک کلمه است. قاعده اخفا اجرا میشه در خود یک کلمه، منکم. قاعده هم اقلاب، هم اخفا، هم اظهار، منها مثلا در یک کلمه همیشه اجرا میشه، یعنی هر جا بلا استثناء. قاعده اقلاب، قاعده اظهار و قاعده اخفا همیشه هر جا نون ساکن بعدش اون قواعد خاص بود اجرا میشه، بجز فقط قاعده ادغام یک استثناء داره که در حروف یک کلمه اجرا نمیشه، مثل دنیا و قنوان و سنوان که در برنامه قبل هم بیننده عزیز به این مهم اشاره کردن که خدا خیرشون. خب بریم ادامهش. و من بقلیها و قث، اینجا سه یک بار با قاف خونده میشه، یک بار تنها، اینجا الف هم باید مد بشه. و قثائها و فومیها و عدسیها و بصلیها. هیچ کدوم از اینا پر خونده نشد، اینها هیچ وقت پر نمیشه. بس کردن بهتر است. قال، قاف پر خونده میشه. قال اتستبدلون، تا اینجا. اتستبدلون الف خونده نمیشه، نون میچسبه به لام. اتستبدلون الذی هو ادنا، ادنا دال در مخرجش میلرزه، قلقله میشه. ادنا بیل لام، الف خونده نمیشه، لام میچسبه، به میچسبه به لام. بالذی هو خیر. اگر اینجا وقف کنیم خیر خونده میشه، را ساکن میشه. اما اینجا جالب شده که یک موضوع بسیار مهمی الان ما داریم. الان اینجا چیکار کنیم؟ این جیم که خب یعنی اینجا وقف کردن جایزه، میتونید وقف کنید، میتونید وقف نکنید. اگر اینجا وقف بکنیم چه میشود؟ وقف نکنیم چه میشود؟ الان یک مشکل اینجا برمیخوریم. خیرون در هنگام وصل چی میشه؟ خیرون، نون ساکنه دیگه آخرش، خیرون. خب الف هم ساکنه، این الف که حرکت نداره، ببخشید. ه هم ساکنه، ه حرکتی نداره. ها ساکنه، خیرون، نون هم آخرش ساکنه، این هم ساکن، این هم ساکن، 2 تا ساکن پشت سر هم قرار گرفته. الان چطور باید بخونیم این رو؟ دقت کردید اینجا چه اتفاقی افتاد؟ 2 تا ساکن پشت سر هم شد. ما برای خواندن یک ساکن نیاز به حرکت ما قبلش داشتیم. خب خیرون، نون ساکن به همراه را خونده میشه، خیرون، ضمه را رو چسبونیم به نون، خیرون. خب الان نون ساکن شد. حالا این نون ساکن بعدش دوباره یک نون ساکن دیگه، یک ه ساکن اومد، خیرون، یک ه ساکن داریم. الان ه رو چطور بخونیم؟ ه رو چطور بخونیم؟ نون که حرکتی نداره، ما از اون کمک بگیریم. خود نون هم ساکنه، نمیتونیم هم نون رو حذف بکنیم که بگیم خیره به تو، نون رو نخونیم. نه، هر وقت یک قاعده کلی، هر وقت 2 تا ساکن پشت سر هم قرار گرفت، هر وقت 2 تا ساکن پشت سر هم، مثل این مثال 2 تا ساکن یک جایی پشت سر هم قرار گرفت، اتوماتیک وار ساکن اولی رو ما حرکت کسره میدیم بهش. این یک قاعده کلی است. الساکن اذا حرک بالکسر، این قاعده عربی است. هر وقت 2 تا ساکن کنار هم قرار گرفت، چون نمیتونیم تلفظ بکنیم، اصلا هیچ امکان نداره الان تلفظ خیرون بعدش یک هی ساکنه، هی ساکن چطور تلفظ کنیم؟ نمیشه دیگه، اگه حرکت میخواد. خب حرکت ما قبلا نون هم حرکت نداره، مجبوریم نون رو حرکت بدیم که بتونیم ه رو بخونیم به کمک نون ما قبل. به همین خاطر ما به نون یک حرکت کسره میدیم. یه قاعده کلی، هر جا 2 تا ساکن پشت سر هم قرار گرفت، ساکن اولی رو ما حرکت کسره میدیم. چرا کسره میدیم؟ چرا فتحه نمیدیم؟ چرا ضمه نمیدیم؟ چون کسره راحت تره تلفظش به زبان، به همین خاطر بهش کسره میدیم. این قاعده کلی در قرآن اجرا میشه. این قاعده و یکی از قواعد روحانی هست. هر وقت 2 تا ساکن کنار هم قرار گرفت، ساکن اول حرکت کسره میگیره. این مثال چطور خونده میشه الان؟
الان ما خیرون، خب در هنگام وصل ما صحبت میکنیم. در هنگام وقت که راحت گفتیم میگه هو خیر، در هنگام وقت میشه هو خیر، رو وقف میکنه. در هنگام وصل خیرون، الان نون رو شما فرض کنید که کسره داشته باشه، خیرون دیگه. نون اگه کسره داشته باشه اینطور میشه دیگه، نمیگیم خیرون، نون ساکن نمیخونیم، میگیم خیرونه، خیرونه، نه نون رو کسره میدیم. وقتی نون کسره پیدا کرد این الف هم خونده نمیشه، این ها ساکن هست، اون کسره نون میچسبه به ها، چی میشه؟ خیرونه، خیرونه بطو، خیرونه بطو، خیرونه. دقت کردید چی شد؟ تنوین رو ما چون ساکن بود، ها هم ساکن بود، نمیتونستیم با این ها رو تلفظ. مشکل سر عدم تلفظ ها بود، چون ها از نون هیچ حرکتی نمیگرفت، نون خودش ساکنه. مجبور شدیم تنوین نون رو حرکت کسره بدیم که بچسبه به ها، شد خیرونه، خیرونه بطو، خیرونه بطو. خب الان این در هنگام وصل. اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی، از اینجا اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر اهبطوا، در هنگام وصل اینطور خونده میشه هو خیر، هو خیر، نون رو کسره دادیم، هو خیر اهبطوا. این در هنگام وصل. در هنگام وقف اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر. خب الان اگر خواسته باشیم این رو از اینجا شروع بکنیم چطور باید بخونیم؟ این الف وصله، ما میتونیم از اینجا وقف کنیم، اینجا دوباره وصلش کنیم. الان الف وصل. برگردیم سراغ قواعد الف وصل. اگر یادتون باشه در قواعد روخانی امروز داره طولانی میشه موضوع، مشکلی نیست بعد بگیم، این مسائل مهم است. الف وصل در هنگام وصل که خوانده نمیشه. بارها دیدیم که این الف وصل رو ما اصلا هیچ توجهی نکردیم بهش، همینجوری بیچاره رو هی گفتیم الف وصل خونده نمیشه، الف وصل خونده نمیشه. الان اینجا مچ ما رو گرفت. اینجا البته در هنگام وصل ما اصلا رد میشیم دیگه. در هنگام وصل میگیم خیر و نهبطو، نون میچسبونیم به ها، الف رو اصلا در نظر نمیگیریم، رد میشه. اما در هنگام وقف اگر ایستادیم گفتیم اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر، الان دیگه مجبوریم کلمه اهبطو رو از خود الف شروع کنیم. الف وصل اگر در هنگام تلاوت اول بحث تلاوت ما قرار گرفت، مهم نیست که اول آیه باشه، حتما اینجا الان وسط آیه است، اما اول تلاوت ما قرار گرفته، چون ما خیر رو توقف کردیم، شروع ما از اهبطو باید باشه، از کلمه بعدش. الف وصل اگر در ابتدا قرار گرفت چیکار میکنیم؟ نگاه میندازیم به بعدش. اگر بعد از الف لام بود همیشه فتحه میگیره، تمام. فقط یک حالت فتحه میگیره. این الف وصل فقط در یک حالت فتحه میگیره که خودش در ابتدا باشه و بعدش لام باشه، خلاص. اینجا بعدش لام نیست، یعنی فتحه نمیگیره، تمام. اگه بعدش لام نبود نگاه میکنیم به بعدش حالا چه ساکن باشه چه مشدد باشه فرقی نمیکنه، بعدش همیشه ساکن هست، یا یک ساکن هست یا یک تشدید هست. خب ساکن کاری نداریم، به بعد ساکن نگاه میکنیم. ساکن هیچی، بعدش ساکنه، ساکن رو بگذارید کنار، بعد ساکن چیه؟ یا اگه تشدیده، خود حرکت تشدید چیه؟ حرکت تشدید هم یک ساکن داره یک تشدید داره دیگه. اگر حرکت بعد از ساکن الف وصل، اگر ضمه داشت بهش ضمه میدیم، اگر کسره داشت به الف وصل کسره میدیم، اگر فتحه داشت هم به الف وصل کسره میدیم، چون گفتیم فتحه الف وصل فقط مال وقتی بود که بعدش لام باشه، بعد از الف متصل لام باشه. چه لام حرکت داشته باشه چه نداشته باشه مهم نیست، فقط بعد از الف وصل اگر لام بود الف همیشه فتحه میگیره. حالا چه لام خونده بشه چه نشه، چه فتحه داشته حرکت داشته باشه نداشته باشه، شما اون کاری نداشته باشین. بعد از مثل الذی، الصائمین، مثلا الصابرین، لام اینجا خونده نمیشه اصلا، ولی خب فتحه خودشو میگیره. بعد از الف وصل اگر لام بود همیشه فتحه میگیره، اگر لام نبود نگاه میکنیم بعدش ساکنه، هیچ چیز بعد از ساکن چیه؟ اگر بعد از ساکن کسره بود بهش کسره میدیم، ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگر فتحه بود هم باز بهش کسره میدیم، فقط این نکته فتحیاتون باشه. اینجا مثال خودمون
اینجا الان بعد از الف لام نیست، پس این فتحه نمیگیره. بعد از الف لام نیست، پس فتحه نمیگیره. خب این بعد ساکنه. بعد ساکن چیه؟ کسره است. ما یک کسره میدیم به همزه. اگر این همزه رو خواستیم از اینجا وصلش کنیم میشه اهبطوا. اهبطوا کسره میگیره. اگر ما وصل نکنیم. اینجا الان بس من یک بار دیگه خلاصه کنم موضوع رو. اینجا در هنگام خوندن این دوتا کلمه ما چند تا راه داریم. میتونیم این رو به هم وصل، میتونیم که اول میتونیم وقف کنیم اینجا. اگه وقف کنیم چی میشه؟ میگیم که اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی، اتستبدلون الذی هو ادنى بالذی هو خیر. خب اینجا اگه ما وایستادیم از اینجا دوباره بعد شروع کنیم دیگه. خب اینجا الف رو بعد از خود الف شروع کنیم، یک کسره میدیم به الف به خاطر اینکه بعدش لام نیامده پس فتحه نمیگیره و بعد از ساکن هم کسره داره. این حرف بعد از ساکن کسره داره. اگر این ضمه می داشت به این ضمه میدادیم، اگر این فتحه می داشت باز هم به الف کسره میدادیم. اگه لام داشت که اصلا نگاه نمی‌کردیم به چیز دیگه چی است، مستقیم بهش فتحه میدادیم میرفتیم خلاص. خب حالا مثلا همین مثال الف رو ما در مثال پایین مثلا ببینید اینجا مثلا اگر خودش قبلش چی نباشه، اینجا چون لام اومده بعدش اینجا فتحه میگیره. اگر بخوایم از ابتداش بخونیم که اگه وصل بشه که اصلا کاری بهش نداره. خب برگردیم به این بحث خودمون. اینجا یک راه این است که اینجا وایستیم بگیم هو خیر اهبطوا مصرا. این یک راه اول. راه دوم این که اصلا وقف نکنیم، بچسبونیم اینا رو به هم. در هنگام چسباندن ما به یک مشکلی برخوردیم، اون که خیرون ساکن بود، یک کسره بهش میدیم خیرون اهبطوا. خیرون اهبطوا. پس این رو به این دو شکل تلفظ میکنیم. من هر دو حالتش رو میگم. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر اهبطوا مصرا. این یک حالت. حالت دوم حالت وصل. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر اهبطوا مصرا. خب بریم سراغ بعد کلمه بعد. مصرا اگر اینجا وقف کنیم را پر خونده میشه. را یکی از اون 8 حرف هست، میشه مصرا، نمیگیم مصرا. خب اگر وقف کنیم، اگر وقف نکردیم که اینجا بعد از تنوین فا اومده، نه از حروف یرملونه نه از حروف حلقیه و نه با هست، قاعده چهارم اخفا اجرا میشه. نون مصرا، این نون در هنگام تلفظ از بینی خارج میشه، به مقداری وقت میکنیم روش میشه چی؟ اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اینجا میم دوبار خونده شد و سألتم. فإن لكم ما سألتم همزه است. سأل همزه میچسبه به لام. اینجا سا نمیشه، دقت کنید، این رو این دقت کنید عزیزان. اینجا نمیگیم سألتم، اینجا فتحه داریم بعدش الف نیست. این الف نیست، این همزه است. این همزه است، فرق میکنه الف با همزه. ببینید بین مثلا اینجا در خط بالا اینجا قال این الف بود، هیچ این حرکت 6 رو این علامت 6 کوچیک روش نیست. هر جا شما روی یک الف روش یک علامت 6 دیدید دیگه بو نمیگیم الف، بهش میگیم همزه. وقتی بعد از فتح الف بیاد اون حرفی که روش فتح است آ میگیره، اما وقتی بعدش همزه بیاد همون حرکت فتحی خودشو داره. نمیگیم سألتم، نه سألتم. سألتم. قلا یعنی قاف اولاست. ببخشید قاف اولاست چیه؟ وقف اولاست. قاطی کردم. قاف مخفف وقف و لام هم اولا، یعنی وقف اولاست اینجا، یعنی وقف کردن بهتره. اینجا وایستید وقف کردید در اشکالی نداره، یعنی وقف نکنید، مجبور نیستید حتما وقف بکنید، میتونید ادامه بدید طلعاتتون. خب اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. خط بعدی وضربت علیه مو. الف خونده نمیشه، لام حرکتی نداره خونده نمیشه، ضال نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که یک بار به همراه اون خونده میشه، یک بار به تنهایی. علیهم الذلة، لام هم همین اتفاق میفته براش، دوباره خونده میشه، یک بار به همراه ضال، یک بار خودش تنها. علیهم الذلة، دقت کنید، علیهم الذلة، علیهم الذلة وضربت علیهم الذلة الف خونده نمیشه در هنگام وصل. این وقتی که وصل باشه خیلی راحت آدم مثلا خونده نمیشه، اما خدا نکنه که این اول قرار بگیره مثل اینجا.
موقع دیگه یک حالی از آدم بگیره. والمسکنة و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا. دقت کنید فتحه بعدش الف مد هم داره، باید کشیده بشه. حرف با پر خونده نمیشه چون از حروف مستعلی از اون 8 حرف صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را نیست. اینا رو من هی تکرار میکنم تا شما حفظ بشید. و باءوا همزه ضمه داره بعدش واو اومده، نمیگیم باء او میکشیم. و باءوا بغضب تا اینجا. تنوین بعدش میم اومده، یکی از حروف یرملونه. تنوین اینجا نون تنوین بعد تبدیل بشه به میم، میم تلفظ بشه. بغضب میم تشدید دار روش یک مقدار وای میستیم. بغضب من الله. اینجا نون لفظ جلاله الفش خونده نمیشه، لام خونده نمیشه. این لام وسط تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. نون فتحه نون میچسبه به لام دوم لفظ جلاله و چون قبل لفظ جلاله الله این حرکت ما قبلش فتحه هست، لفظ جلاله پر خوانده میشه. میشه چی؟ من الله. در هنگام وقف اولا اینجا هست، اگر وایستادیم هی ساکن میشه و باءوا بغضب من الله. اگر وایستیم، اگر وای نستادیم هی حرکت کسره میگیره. میشه چی؟ و باءوا بغضب من الله ذلك بأنهم. اینجا وقف کنیم بهتره، اما وقف نکنیم هی کسره میگیره. ذلك فتح بعدش الف پر خونده نمیشه. ذلك بأنهم ذلك بأنهم كانوا الف خونده نمیشه، روش صفر قرار گرفته. یکفرون ب همزه اینجا ببینید همزه بعدش الف قرار گرفته. مهم نیست که اون همزه فتحه داره بعدش الف قرار. هر جا هر حرفی فتحه داشت بعدش الف، اون حرف آ میگیره، صدای آ میگیره. بی همزه از حروف مستعلیه نیست، پر خونده نمیشه. نگیم بی آیات الله، نه. بی آیات الله، نه همزه نه یاش کنه پر خونده نمیشن. بی آیات الله. لفظ جلاله اینجا تمی چسب به لام دوم، اما چون ما قبل لفظ جلاله کسره آمده، لفظ جلاله پر خونده نمیشه، باریک خونده میشه. بی آیات الله، نمیگیم بی آیات الله، نه پر نخونید اینو. بی آیات الله. اگه کسی گفت بی آیات الله اشتباهه. هر وقت قبل از لفظ جلاله فتحه بیاد یا ضمه پر خوانده میشه. مثال قبلی که اول خط داشتیم، مثال بالا من الله، این فتحه داشت قبلش من الله، اما اینجا کسره هست پر خونده میشه. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. اینو باید توضیح بدیم، نمیشه اینجوری گذر کرد ازش. و یقتلون، نه تا اینجا که مشکلی نیست. این الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه چون حرکت نداره، نون تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. بگردیم ببینیم کدوم حرکت آخرش. لام که هیچی، الف هم هیچی، نون فتحه داره. نون فتحه دار میچسبه، فتحه نون میچسبه به نون کلمه نبیین. یک بار این با اون خونده میشه. خب این که ببینیم بعدیش به نه و یقتلونن نه بی. اینجا دقت کنید یا تشدید داره، یک بار با ب خونده میشه، یک بار خودش به همراه این کسره‌ای که خودش داره. نه بی تا اینجا. و یقتلونن نبی، این حرکت اول یا که به همراه ب خونده شد، یای اولی که ساکن بود نبی. اما یای دوم یک کسره داره، یک یا هم بعد از اون هست. اینجا ما 3 تا یا داریم، دقت کنید. یک یای که روش تشدیده که خود این یعنی 2 تا یا بوده، یک یای ساکن که با ب خونده میشه، یک یایی که کسره داره، بعدش هم یک یای کوچیک اینجاست. یای کسره داره دوم که بعدش یا اومده ای خونده میشه. دیگه ا خونده نمیشه، ای خونده میشه. چی میشه؟ یه نمیگیم، یی.
یی، کسره به همراه یا میشه چی؟ یی. نبیین، نبیین. اینو دقت کنید، بعضی از عزیزان این رو خیلی توش اشتباه دارن توی تلفظ این کلمه، چون کمی مشکل. الان این نون یک بار به همراه معقب خونده میشه و یقتلونن، نه بی. تا اینجا یای اول خوندیم، نبی، تا اینجا آسونه. نبی یی، نه. یای دوم یک کسره، یه خودش یا است، کسره داره. یه نمیگیم یقتلون نبیه، نه، این یا رو هم باید اینجا در نظر بگیریم. نبی یی، نه، نبیین. و یقتلون النبیین، نبیین، نبیین. اینو خوب دقت کنید. و یقتلون النبیین بغیر الحق. اگر وقف کنیم، اگر وصلش کنیم که هم کسره میگیره، اینجا وقف کردن بهتر. بغیر الحق. قاف، الان دو تا قاف اینجاست، حق، حق، حق. هم قاف اول قلقله هم میشه، قاف دوم که ساکنه. اگر وصل کردیم بغیر الحق ذلك بما عصوا، عصوا الف خونده میشه. این واو به خاطر اینکه دو تا واو کنار هم قرار گرفته تشدید گذاشتن. عصوا و کانوا یعتدون، یعتدون. ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون. من دیگه اینا رو تلاوت نمی کنم، میگذارم تلاوتش رو به عهده استاد محمد صدیق منشاوی رحمه الله. تلاوت ایشون رو ان شاء الله از اول این صفحه تا آخر این صفحه مقداری. امروز درسمون طولانی تر شد، اما به هر حال مهم بود این قواعد رو که یک بار دیگه یک یادآوری کلی داشته باشیم در باب تمام آنچه که مطرح شد. مهم زیاد خواندن مهم نیست، درست خواندن مهمه. هدف ما در این برنامه یادگیری است. هدف ما این نیست که قرآن رو ختم کنیم، فقط همینجوری بگیم خب ما یک جزء خوندیم 5 جزء خوندیم. نه، هدف ما اینه که یاد بگیریم. به همراه شما عزیزان حرف به حرف، خط به خط پیش میریم و ان شاء الله که استفاده کافی رو از این صفحه برده باشید. تلاوت این صفحه رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی رحمت الله علیه و همچنین تلاوت تکرار شاگرد میشنویم. شما هم سعی کنید که وقتی روی صفحه شروع میشه تلاوت شما هم تکرار کنید. استاد که میخونه شما هم بعدش یک بار، چه خود استاد که داره میخونه همراهش بخونید، چه شاگردی که بعدش تکرار میکنه شما هم تکرار کنید. بعد از میان برنامه ان شاء الله تلفن‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و هم حتما عزیزان در جریان هستن که موضوع تلفن‌های ما تلاوت همین صفحه هست، همین صفحه که درس دادیم برای بزرگسالان عزیز و برای نونهالان به هر حال جگرگوشگان محفل ما هم برای عزیزانی که سن پایین‌تری دارن آزادن هر صفحه‌ای که دوست دارن از درجای قرآن تلاوت بکنن. ما در خدمتشون هستیم بعد از میان برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكانوا يعتدون. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. امروز منو معاف کنید مقداری درس طولانی شد. من تازه میخواستم درباره بحث چگونگی آموزش به شیرخواران و اطفال هم صحبت بکنم که ببینیم چند تا تلفن بگیریم. حالا باز من اشاره چند دقیقه در اون باب هم صحبت خواهم کرد. شماره تلفن رو احمد جاد براتون نوشته و با این شماره تماس بگیرید و تلاوت‌های شما عزیزان رو میشنویم. من چون وقتمون کم مونده خیلی این خواهش رو از عزیزان دارم که کم تلاوت کنید و به هر حال یکی دو نفری کسانی که تلاوت میکنن و من آیات ماشاءالله بزرگ آیات به یک آیه هر عزیزی اکتفا بکنه و یک آیه بیشتر تلاوت نکنید. احمد جان هنوز تماس برای من برقرار نشده، نمیدونم مشکل از پیش منه یا از پیش شماست و اینو بررسی بکنید تا تماس برقرار بشه. من قول داده بودم برقرار شد دیگه، بس شده همشون دیگه به قرآن برسیم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خانم؟ ندخل ما از تاجیکستان تلفن داریم. میخوام همه فرزندام درس همین بذاره بخونن که استاد سلیمانی به هوته. سلیمانی هستم و صدای شما در استودیو در حال پخش است. بفرمایید. بسم الله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ من سفینه هستم از تاجیکستان. فاطمه خانم از تاجیکستان. بسم الله خواهرم. از ابتدای همین صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أحسنتم. ما شاء الله. ما شاء الله. برادرم هم میخواهد بخواند. بسم الله. بسم الله. سلام علیکم. علیکم السلام. عمو جان نامتون چیست؟ من ابراهیم هستم از تاجیکستان. ابراهیم جان از تاجیکستان. خوش آمدید ابراهیم جان. از ادامه تلاوت خواهرتون فاطمه خانم تلاوت کنید. باشه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب ابراهيم جان فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم أحسنت. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنتم. ابراهیم جان از اینجا تکرار کنید. کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. احسنتم. ماشاءالله ابراهیم. ماشاءالله. 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 بسیار خوب بود. بسیار خوب بود. احسنتم. آقا سلیمانی لطفاً بهاگذاری میکرده. من صدای شما رو خوب ندارم. احمد جان صدا رو داخل استودیو مقدار تقویت کنید که من بهتر متوجه بشم. بفرمایید. من دوباره امرتون رو بفرمایید. متوجه نشدم. لطفاً بهاگذاری میکردید که کدامی از ما بهتر خوانده. جفت شما بسیار زیبا خواندید. بسیار عالی بود. جفتتون بسیار زیبا خواندید. ماشاءالله. تشکر. متشکرم. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام بر شما برادرم. خودتون معرفی میکنید؟ معاذ الله. از ترکیه زنگ زدم. از ترکیه. خوش آمدید برادرم. از ادامه تلاوت خواهر و برادرم عزیزمون از تاجیکستان شما از آیه 61 آخرین آیه این صفحه شروع بکنید به تلاوت. بله. و اذ قلتم یا موسی. خدا. بسم الله. اگر تصویر به شما رسید شروع کنید. تماسشون قطع شد متاسفانه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام عمو جان. یک بار دیگه نامتان رو ذکر کنید. مرزیه خان. مرزیه. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟
کیستا کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره نبأ. سوره نبأ. چشم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنتم، ما شاء الله. ما شاء الله عمو جان. چند ساله هستین شما؟ 5 ساله. 5 ساله. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. چند سوره از بردارین عمو جان؟ چند سوره از یاد دارین؟ از حفظ دارین؟ 5 تا. ماشاءالله ماشاءالله، الله تعالی شما رو حفظ بکنه. بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود، ماشاءالله. تلاوت بسیار زیبا، بسیار دقیق. خیلی بنا به خدا. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. موفق باشید امروز. الله تعالی شما رو نگه می‌داره. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. ببخشید من می‌خواستم تماس بگیرم قرآن بخونم. شما تماس گرفتید و شدید استودیو. الان عمو سلیمانی صدای شما رو داره میشنوه. خودتون معرفی میکنید عمو جان؟ حسنا آسکانی. عثمان حسنا. مریم خانم از کجایی عمو جان؟ قارعه. سوره قارعه رو میخونید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. القاریه ما القاریه وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. احسنت، ماشاءالله عمو جان، ماشاءالله. چند سالی عمو جان؟ 7 ساله. 7 ساله. چند وقته که داری قرآن میخونی؟ از کی شروع کردی؟ همین الانو دارم میخونم. نه یعنی از کی شروع کردی درس قرآن خوندن؟ چند سال میخونی؟ از چه وقتی؟ وقته. چند سوره حفظی؟ وقتی کوچیک بودم تا الان. چند تا سوره حفظی؟ بله. چند سوره حفظ داری؟ چند سوره رو بلدی از حفظ میتونی بخونی؟ الان مثلا قل هو الله بلدم، قل اعوذ برب الفلق بلدم. مثلا ماشاءالله. الان میرم کلاس قرآن بقره هم بلدم. بقره رو میخونی؟ آره. ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظت کنه. ماشاءالله. خیلی ممنون از تماست عمو جان. موفق باشید. خداحافظ. خدا نگهدارت. موفق باشید. بیننده بعدی روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام عمو جان. اسمتون رو میگین؟ سلام علیکم. میخوایم سوره قاف تلاوت کنم. گفتم محمد جانی؟ ها.
محمد جان ماشاءالله. محمد جان همیشه با یاسمین خانم خواهرشون تو هر برنامه تماس میگیرن. بسم الله محمد جان. میخوایم سوره قاف بخوانیم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ما شاء الله ما شاء الله عمو جان. ما شاء الله محمد جان ما شاء الله. عمو جان چند سوره حفظی شما؟ دو پاره ما شاء الله. جزء 29 و 30 یا نه جزای دیگه؟ چه جزایی؟ خواهر من میخواد بخونه. بسم الله. السلام علیکم ملافت. علیکم السلام عمو جان. من یاسمین هستم. یاسمین خانم ماشاءالله همیشه الحمدلله رب العالمین میخونم. بسم الله یاسمین جان بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله عظيم. ما شاء الله یاسمین خانم ما شاء الله ما شاء الله. ما دعا کنید که ما قرآن یاد بگیریم. دعا بکنید که ما شما همه با هم انشالله با قرآن رشد کنیم، بزرگ بشیم، فوت کنیم، دوباره در اون دنیا باشیم. ممنون از تماسش. متشکرم عمو جان. تشکر از شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. موفق باشید. خدا نگهدارش. خدا نگهدارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. بیننده گرامی صدای تلویزیونتون رو ببندید. خودتون معرفی میکنید. من حوزلی از تاجیکستان هستم. میخوام سوره‌ای که شما برای ما چی یاد دادید برام تلاوت کنید. شما اگر لطف بکنید برادرم از آیه آخر این صفحه رو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ آیه آخر رو تلاوت کنید. صدای تلویزیونتون رو هم ببندید. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. ما شاء الله بسیار تلاوتتون زیبا بود و بسیار ماشاءالله تلاوت قوی بود.
متشکرم از تماس شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. امر دیگری هم دارید؟ من با شما خداحافظی میکنم. احمد جان اجازه بدید که من چند دقیقه وقت داریم؟ 3 دقیقه. من سوره قل یا الکافرون رو 2 هفته از قول میدم که بخونم. قول این سوره رو تصویرش بیارم، من اینو بخونم حداقل بعد قول نشده باشم. صحبت‌ها زیر ظاهرا مون دیگه، صحبت‌های باز برای برنامه بعد ان شاءالله باشم. برنامه حفظ قرآن ظاهرا تو این برنامه ما فرصت نمی‌کنیم. درباره ان شاءالله اون موضوع من بیشتر صحبت خواهم کرد. برای شیرخواران و احمد جانم مثل اینکه خیلی عجله داره، همینجوری ساعت آورد سفر تا من زودتر برنامه رو ببندم. چون یکی از خواهران خواسته بود من سوره رو تلاوت میکنم ان شاءالله باز بعدش ببینیم اگه فرصتی شد صحبتی دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. من تشکر میکنم از همه شما عزیزان و موضوع حالا 1-2 دقیقه که فکر کنم فرصت داریم محمد جان، 1 دقیقه فکر کنم من وقت میدین شاید 40 ثانیه گیر داده که باید برنامه رو سر وقت تمام بکنه. خیر من تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه رو یاری کردید. من معذرت خواهی میکنم از همه عزیزانی که پشت خط موندن و تلاش خودم رو میکنم که هفته بعد مختصر ترش کنیم اگر حیاتی باقی بود و بقا و لقا مقدر بود مختصر ترش کنیم صفحه رو که درس داریم. والا من به خاطر برخی از عزیزانی که تازه ما پیوستن این مقدار سعی کردم توضیحات رو بیشتر بکنم، سعی میکنیم مختصر ترش کنیم تا وقت بیشتری رو در خدمت شما عزیزان باشیم و توضیحات باشه برای حفظ قرآن. امیدوارم در برنامه حفظ قرآن فرصت پیدا بشه ان شاء الله بیشتر صحبت کنیم درباره